من تا حالا 3 بار خواستگاری رفتم و هر 3 بارش به خاطر شغلم جواب رد گرفتم. دفعه اولی که رفته بودیم خواستگاری، همون اول شب بعد از سلام و احوال پرسی، بابای دختره یهو در اومد پرسید آقا به چه کاری مشغولن؟ با تته پته جوابش رو دادم. گفتم من تدریس میکنم، یعنی درس میدم، معلمم. خیلی جلوی خودش رو گرفت که نگه په. مرد با ادبی بود. گفت صحیح. بعد همه سکوت کردن. سکوتی که خیلی ناراحتم میکرد. مثل این بود که آدم ناخواسته و اتفاقی سر رسیده باشه و مچ صمیمی ترین رفیقش رو سر بزنگاه دزدی گرفته باشه و ندونه که چی کار کنه و چی بگه. یکم بعد بابای دختره سکوت رو شکست و گفت حالا چرا شما از بین این همه شغل معلمی رو انتخاب کردی؟ لبخند زدم. توی صورتش لبخند زدم. از اون لبخندای زورکی و بی‌معنی. گفتم حالا چه عرض کنم؟ اینطوری پیش اومد. کاملا تصادفی بود. ولی شایدم تقصیر بازی‌های دوران کودکی باشه. آخه من و دوستام همیشه مدرسه بازی می‌کردیم و منم همیشه معلم می‌شدم. اما یه دختره گفت بله درسته، العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر. چه میدونم، شاید میخواست واسه من معلم قمپوز زر کنه. باز خدا پدرش رو بیامرزه که نگفت من علمنی حرفن فقط سیرنی عبدن. باز همه ساکت شدن و باز بابای دختره بود که سکوت رو شکست. گفت حالا چرا شما سعی نمی کنید یه کاری توی شرکت نفت پیدا بکنید؟ با تعجب گفتم شرکت نفت؟ گفت بله. مگه چه عیبی داره؟ گفتم عیبی که نداره. منظورم عیبش نبود. تا حالا به این موضوع فکر نکرده بودم. واسه همین یکم متعجب شدم، ولی تا خواستم جمله‌ام رو کامل کنم پرید وسط حرفم و گفت ولی چی؟ گفتم راستش فکر نمی‌کنم من به درد شرکت نفت بخورم. یعنی شرکت نفت به من احتیاجی نداره. من اصلا نمیدونم اونجا باید چی کار کنم. من خودم رو واسه معلمی ساختم. گفت ای آقا چه حرفایی میزنی؟ مدرک داری؟ گفتم بله. پرسید انگلیسی بلدی؟ گفتم تته پته ای میکنم. گفت معافی داری؟ گفتم خدمتم رو رفتم. گفت پارتی داری؟ با تعجب گفتم پارتی؟ گفت آره، منظورم واضحه، پارتی. سرم رو تکون دادم و گفتم فکر میکنم ندارم. نه خیر ندارم. پرسید نمیتونی پارتی گیر بیاری؟ واقعا سوال احمقانه ای بود. آخه از کجا میتونستم پارتی گیر بیارم؟ مثلا باید آگهی میکردم به یک پارتی مهم و گردن کلوف نیازمندیم. افرادی که با مقامات شرکت نفت آشنا باشن مقدم هستن. یا که توی کوچه و خیابون یقه مردم رو میگرفتم تا یه پارتی گیر بیارم. جوابی بهش ندادم. نگاش کردم. فقط نگاش کردم. فهمیده بودم که کار از کار گذشته و حوصله بابای دختره رو سر بردم. شروع کرد که دست به سرمون کنه. گفت خیلی خوب، ما فکر میکنیم و بعداً بهتون نتیجه رو میگیم. پا شدیم و اومدیم بیرون. مادر و مادر بزرگ و عمه و خاله فکر دختره رو از سرشون بیرون کرده بودن و به شرکت نفت فکر میکردن. انگار رفته بودیم خواستگاری شرکت نفت و شرکت نفت جوابمون کرده بود. از رو نرفتم. دوباره رفتیم خواستگاری جای دیگه. این دفعه هم بابای دختره در اومد و پرسید آقا به چه کاری مشغولن؟ گفتم من من تدریس میکنم، یعنی درس میدم، معلمم. این یکی صاف گفت په. پس خدا پدرش رو بیامرزه که نگفت آخه معلمی هم شد کار. اما جوری به مادر دختره نگاه کرد که انگار میخواست بهش بگه به خشکی شانس. بعد سکوت شد. سکوتی که کشنده بود.
کم مونده بود دهنمو باز کنم و بگم معلمی شغل شریفیه. خدا پدر دختره رو بیامرزه که سکوت رو با این جمله شکست. گفت حالا چرا شما بین این همه شغل معلمی رو انتخاب کردی؟ حتی حال لبخند زدن هم نداشتم. بر نگاش کردم. بعد گفتم والا چه عرض کنم، اینطور پیش اومد. بالاخره یکم باید معلم بشه دیگه. عموی دختره خیلی فیلسوفانه سرش رو تکون داد و با سیبیلاش بازی کرد و گفت قرعه فال به نام من دیوانه زدند. گفتم شما لطف دارید قربان. باز خدا پدرشو بیامرزه که نگفت احمق الرجال معلم الاطفال. باز سکوت شد و باز پدر دختره بود که گفت حالا چرا شما سعی نمی‌کنید توی به اینجا که رسید خودم حرفش رو تکمیل کردم و گفتم شرکت نفت. بله شرکت نفت. گفتم خدمتتون عرض کنم که در این باره تحقیق کردم. جدا از اون که شرکت نفت به من یعنی به رشته تحصیلی من احتیاجی نداره، فعلا کارمند جدید هم استخدام نمیکنه. خبرش هم توی روزنامه‌ها چاپ شده. فکر میکردم قانع شده باشه، اما نه، قانع نشده بود. گفت ای آقا این حرفا چیه؟ یه پولی بذار کف دست این کارچاخونها برات همه چی رو جور میکنن. عموی دختره تو جواب بهش گفت شرکت نفت پولی نیست، فقط با پارتی میشه یه کاری توش جور کرد. ازش خوشم اومد، از خون سردیش خوشم اومد. پدر دختره تو فکر رفت و گفت بسیار خوب، پارتی. میخواستم با تأکید روی کلمه ها بگم من پارتی ندارم که پدر دختره یهو گفت سازمان برنامه چطوره؟ سازمان برنامه هم بد نیست. گفتم بنده عرض نکردم که بده. گفت پس چرا نمیری کارمند سازمان برنامه بشی؟ گفتم گفت آخه نداره، حقوق و مزایاش خوبه، تازه 2 روز تعطیلی تو هفته هم داره. داشت از دهنم در میرفت که بهش بگم ما 3 روز تعطیلی تو هفته داریم، تازه 2-3 هفته تعطیلی عید و 3 ماه تابستون هم هست. دیدم حرفم خیلی احمقانه است و جلوی خودم رو گرفتم. هیچی بهش نگفتم. به هر حال میدونستم چونه زدن فایده ای نداره. اینجا هم دست به سر شده بودیم. پدر دختره به عنوان آخرین حرفش خیلی محکم و قاطع گفت ببین پسرم، شما خیلی جوونی، واسه خودت میگم. تنبلی و سستی خوب نیست. تلاش کن توی شرکت نفتی، سازمان برنامه‌ای، یه جایی که بشه روش حساب باز کرد مشغول به کار شی. معلمی عاقبت نداره. از رو نرفته بودم. دوباره رفتیم خواستگاری، جای دیگه، پدر دیگه، ببخشید، دختر دیگه. پدر دختره همون سوال همیشگی رو داشت. پرسید آقا به چه کاری مشغولن؟ سرخ شدم، اما تصمیم گرفتم جا خالی نکنم. محکم و با اطمینان بهش گفتم درس میدم، معلمم. مردک نگذاشت و نبرداشت. خب آخه معلمی هم شد کار، اونم تو این دور زمونه. واسه خانم ها بد نیست، ولی واسه یه مرد. بعد لباشو روی هم فشار داد و باقی حرفش رو خورد. عموی دختره فیلسوفانه سرش رو تکون داد و گفت معلم چو کانونی از آتش است، همه کار او سوزش و سازش است. گفتم شما لطف دارید قربان. باز خدا پدرش رو بیامرزه که نگفت استاد معلم چو بود بی آزار، خرسک بازند کودکان در بازار. پدر دختره گفت بله آقا، معلم میره با 50-60 تا سگتوله مردم از صبح تا شب سر کله میزنه. یکی آویزون سر کولش میشه، یکی سوزن میذاره زیر صندلیش، یکی گچ طرفش پرت میکنه. پدرشو در میارن، اعصابش رو خورد میکنن. اون وقت شب خورد و خمید برمیگرده خونه و میخواد تلافیشو سر دختر من در بیاره. گفتم
قربان خلاف ورزتون رسوندن. اولا بچهای امروز اصلا از این کارا نمیکنن. ثانیا من شاگردام رو دوست دارم و از شغلم راضیم. قرار نیست عصبانیتم رو سر کسی خالی کنم. جوری نگام کرد که با خودم گفتم الان دهنش رو باز میکنه و فتوای دیوونگیم صادر میشه. اما لطف داشت و یه مهلتی برام در نظر گرفت. گفت علاوه بر اون عاقبت معلمی چیه؟ گفتم سکته قلبی سر کلاس. داشت میگفت قربون دهنت، اما جلوی خودش رو گرفت و گفت از اون بدتر دیوونگیه. گفتم بله درست میفرمایید. راستی داشتم دیوونه میشدم. خودم از خیر زن گرفتن گذشته بودم، اما مادرم راضی نمیشد که دنیا این خسارت بزرگ رو متحمل بشه که نسل برگزیده من ادامه پیدا نکنه. صدای پدرزن احتمالی آیندم چرتمو پاره کرد. گفت ببینم چرا سعی نمی‌کنی توی پریدم وسط حرفش گفتم شرکت نفت. گفت یا دست کم سازمان برنامه. اما یه دختره سرشو تکون داد و گفت بانک مرکزی هم خوبه. پدر دختره گفت بله بانک مرکزی حداقلش دیگه بانک مرکزیه با خاروباری که میده و وام خونه. دیگه نفهمیدم چی شد. فقط دیدم چفت و بست دهنم شکسته و کلمه ها بی اختیار از دهنم بیرون میریزن و نمیتونم جلوشون رو بگیرم. گفتم بله قربان حق با شماست. آسمون پاره شده و یه شرکت نفت و یه سازمان برنامه و یه بانک مرکزی افتاده پایین. کاملا درست میفرمایید. قراره این 20 میلیون ببخشید این 24 میلیون جوون همشون بچپن تو این ستای داره. 8 میلیون توی شرکت نفت با استفاده از مزایای قانونی، 8 میلیون توی سازمان برنامه با استفاده از حقوق خوب و 2 روز تعطیلی تو هفته، 8 میلیون هم توی بانک مرکزی با استفاده از خاروبار و وام خونه. راستی که خنده داره، جدا مسخره است. صبح به صبح اتوبوسا راه میافتن و مردم رو 8 میلیون جمع میکنن و میچپونن توی ساختمون‌های شرکت نفت و سازمان برنامه و بانک مرکزی. عصر باز 8 میلیون سوارشون میکنن و پخش و پلاشون میکنن توی شهر و خونه هاشون. ای خدا چقدر بامزه است، چقدر خنده داره. 8 میلیون کارمند شرکت نفت، 8 میلیون کارمند سازمان برنامه، 8 میلیون کارمند بانک مرکزی، همه خار و بار به دست با حکم اضافه حقوق تو بغل با کاغذهای وام خونه توی جیب. 24 میلیون خوشبخت که به آرزوشون رسیدن و دیگه آرزویی ندارن. خوشبختیشون حتمیه، هیچ شکی توش نیست. فقط منتظر نوبتشونن تا به خوشبختی برسن. منتظر 2 روز تعطیلی تو هفته، منتظر پخش خاروبار، منتظر موعد اضافه حقوق، منتظر روز بزرگی که نوبتشون برسه و وام خونه بهشون بدن. 24 میلیون خوشبخت تو 3 دسته 8 میلیونی. حالا قربان بفرمایید که شما میل دارید که من جزو کدوم دسته باشم؟ خوشبختای اضافه حقوق و مزایای قانونی، خوشبختای 2 روز تعطیلی تو هفته، یا خوشبختای خاروبار و وام خونه؟ بفرمایید میل دارید من جزو کدوم دسته باشم؟